هیچ. خلاصه اینور و اونور و اینا. دیشب قبل اینکه بخوابم برگشتم گفتم وایسا ببینیم، من اصلا با این مال یه شهر دیگه است، ما یه بارم دیگه رو می‌بینیم، بذار بره دی ان ای بهش بدم بره بگیره ببینیم، نکنه بچه رو بعد نگیریم بزرگ کنیم تا 20 سالگی بعد بفهمیم مثلا بچه ایشون یارو مال تانزانیا بود یارو. امروز صبح بهش گفتم برو دی ان ای بگیر و اینا، گفتن راستی من بهت نگفتم 2-3 روز پیش من پریود شدم. ای خار پدرت گاییدم، ای خار در آوردت گاییدم. 48 ساعت ما تو کما داشتیم زندگی میکردیم. هی تصور کن کنه بچه رو بکشو، آهنگ بذارو، همه بعد تو حال و حول و ما بچه داری و یعنی از امروز به بعد یعنی دارم بهت میگم اصلا شاید برم بدم اصلا قیچی کنم بره یه چیزی از اون پشت مشت میزنی. آره هیچی دیگه اصلا ما نفهمیدیم ما رو کسکی آورد نه آورد. پولمول آمده بعد خدا هیچی اصلا پولمولی نبود اصلا.